اما درباره این که خواهران عزیز، هر کاری که شما در دنیا سبب شدید که همون عمل صالح رفته می استد، در روز قیامت یا پس از مرگتان هم ثوابش به شما رفته می گیرد. حدیث مشهور صدقه جاریه هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیح مسلم است که میگویند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی فرزند آدم میمیرد تمام عملهای او دیگر قطع می شوند، دیگر از دست او هیچ عمل صالح نمی آید، به او هیچ ثواب نیست مگر در سه کار: صدقتون جاریه، صدقه های جاریه که او کرده. صدقه جاریه مثل چی است خواهران عزیز؟ مثل این است که شما مثلا کتاب خریدید و تقسیم کردید، یا اینکه صدقه جاریه این است که شما یگان آب برآوردید مردم از آن استفاده میکنند، یا اینکه صدقه جاریه این است که شمایان یگان باغ رو وقف کردید که مردم از میوه های آن بخورد. اینها همه صدقه جاریه هست. یا یک مسجد پوشیدید که مردم از آن مسجد استفاده میکنند و این چنین صدقه جاریه. حتی میشود مثلا کاش همین چیزها رو برای یک دقیقه این چنین صدقه جاریه می شود که مثلا یک مهمانخانه ساخته باشید، یا یک ماشین خرید و بگوید از این استفاده برند مسافران. همین گونه وقتی که ما می توانیم صدقه های جاریه رو کرده بمیریم، ثوابش رفتن میگیرد. یا حتی برای یک طالب علم پول جدا میکنید، یا برای یک عالم پول جدا میکنید و هر درسی که او میدهد یا هر طالب علمی که درس میخواند ثوابش هم به شما رفتن میگیرد. علل خصوص در مسئله های نشر کردن کتاب، یا گفتیم در مسئله های ساختن مدرسه ها، در مسئله های دستگیری کردن آنهایی که در نشر علم هستند. و این چنین البته ساختن راه ها یا هر چیزی که یعنی پس از مرگ شما هم مردم از آن استفاده میبرد. و این چنین پیامبر اول گفتن صدقه جاریه، دوم او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که برای او دعا بکنند. این خیلی مسئله مهم است در تربیت فرزند، که فرزندان بدانند که پس از مرگ هم به پدر و مادر باید دعا کنند. پس از مرگ هم پدر و مادر را فراموش نکنند که در نماز ما چی میگوییم؟ پروردگارا رب اغفر لی و لوالدی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. معنای این چی است؟ پروردگارا گناههای مرا ببخش و گناههای پدر و مادرم را. از این میبراید که خود پیامبر هم در نماز همین گونه دعا به پدر و مادر کردن را به ما یاد دادند، و دعایی که به پدر و مادر همیشه میکنیم، پدر و مادری از دنیا رفته ما از آن فایده میگیرد. او علم ینتفع به من بعده، یا علمی که پس از مرگش از آن استفاده میشود. ان شاء الله هر یکی شما که خیلی خیلی از پروردگار خالصانه میپرسم، شاگردها از پای شما هم دیگر شاگردها آید. شاگردی که شما حتی با یاد دادن یک آیت قرآن پس از خود گذاشتید، آنها هم علم شما را پهن میکنند و از آن ثواب میگیرید. پس این چیز با نص قرآن آمد که انسان از دنیا رفته این سه عملش کرده چی میگیرد؟ ثواب میگیرد، یعنی ثواب به او رفتن میگیرد. هر صدقه جاریه کرد، یعنی هر خیری کرد که خیری بر دوام است. مثلا به کسی خوراک دادید و خوراک را خورد، همون ثوابش را گرفتید. اما شما مثلا به کسی یک کتاب دادید و کتاب را هر وقتی که خواندن میگیرد، ثوابش به شما رفتن میگیرد.